سلام به تمام مردم تاجیکستان. با مقصد برطرف و ریشه‌کن نمودن کل نافهمی ها، شک و شبهه و معلومات های بر دروغ عاید فعالیت کمیسیون نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان عبارت از 44 نفر و عاید فعالیتمان به هموطنانمان چه در حدود جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن معلومات های درست و دقیق را دسترس می نماییم. ما یگان قوه و یا حرکت سیاسی نیستیم و یگان مقصد سیاسی نیز نداریم. اگر یگان کس و یا قوه جنایت پیشه ما را اداره میکرد، عمل ساختن یگان مقصد سیاسی می داشتیم و یا نیت صادر نمودن جنایت، خللدار و ویران نمودن صلح آرامی جامعه و دولت می داشتیم، ما از منبر دیگر طلبات ها و دعوت ها را عملی می نمودیم. اما دعوت ما از مردم فقط برای حمایت صلح و تنجی، عدالت و قانونیت